سلام خدمت دوستانی که در این برنامه شرکت میکنن. گروه گفتمان بعد از یک توقف چند هفتگی دوباره برنامه جدیدی رو در دستور کار خودشون گذاشتن که این برنامه امروز با شرکت آقای اشکبری انجام میشه و ما قبل از اینکه امروز این برنامه اجرا بشه در حقیقت در همین یک روز اخیر به این نتیجه رسیدیم که بهتره در ضمن اینکه درباره تم برنامه مورد نظر در ضمن راجع به تغییرات و تحولات در خاورمیانه و در ایران، خطر جنگ و اینکه پیامدهای این خطر کدام هستن هم صحبت بکنیم. آقای اشکبری لطف فرمودن و توافق کردن که وقت امشب رو تقسیم بکنیم به دو بخش. بخش اول درباره تمی که در نظر گرفتیم، یعنی بسته شدن مرکز اسلامی در هامبورگ، و بعد از یک ساعت و ربع، اگه لازم شد 1.5 ساعت، ما وارد قسمت دوم خواهیم شد. از آقای اشکبری تشکر میکنیم ما که ایشون به ما این سعادت رو دادن و آمادگی خودشون اعلام کردن که در برنامه گفتمان با این تیم شرکت بکنن. اگه اجازه بدید من ایشون رو که گرچه قابل احتیاج به معرفی نیست و در حوزه عمومی ایشون کاملا آشنا هستن و معروف هستن، ولی با اجازه من چند نکته رو درباره بیوگرافی آقای اشکبری اینجا توضیح میدم. آقای اشکبری، شما در سال 1321 در استان گیلان متولد شدید. ببخشید 28 آقای دکتر، 28 خیلی باید ببخشید، من این رو چند سال ما رو پیرتر کردید، اشکال نداره. نه خیلی باید ببخشید. شما پس از تحصیلات مقدماتی دینی و طلبگی در حوزه علمی قم فعالیت داشتین. بعد از انقلاب نماینده مجلس اول شدین. چندین دهه منتقد خیلی جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی در جمع روحانیون بودید. شما در خیلی از کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت کردین، از جمله در کنفرانس برلین که این کنفرانس سرنوشت شما رو به نحوی تغییر داد. به علت شرکت شما در این کنفرانس، پس از بازگشت به ایران شما محکوم شدید در دادگاه ویژه روحانیت. تا اونجایی که من خوندم حتی به اعدام محکوم شدید، ولی به خاطر اعتراضاتی که در حوزه عمومی انجام شد شما در دادگاه تجدید نظر و ویژه روحانیت و 7 سال زندان تبرئه شدید، در حقیقت یا محکوم شدید. حکم اعدام لغو شد و شما پس از 4.5 سال زندانی بودن تصمیم گرفتید در خارج از کشور اقامت کنید. اول در ایتالیا بودید، بعد اونجایی که من قبل همین
نیم ساعت پیش با اطلاع شدم از سال 2010 در شهر بون آلمان ساکن است. بحث امروز ما درباره قدغن کردن مرکز اسلامی در هامبورگ و چند شهر دیگر آلمان که این مرکز شعبه داره هست. در این اقدام وزارت داخلی آلمان در ماه ژوئیه همین امسال انجام گرفت و دلایل قدغن کردن این بود که این مؤسسه مرکز افراطیگران اسلامی در آلمانه و در مخالفت با نظام قانون اساسی آلمان. آقای اشکبری قبول کردن راجع به جنبه‌های مختلف این قدغن کردن نظریات خودشون رو با ما در میون بذارن. آقای اشکبری خواهش میکنم بفرمایید. به نام خدا و با سلام مجدد به آقای مسرت و دوستان دیگری که در جمع هستند و همینطور دوستانی که احیانا بعداً صدای ما رو خواهند شنید و برنامه رو خواهند دید. همون گونه که اعلام شد، خب برنامه امروز دو قسمت داره. قسمت اولش من در ارتباط با همون برنامه اعلام شده صحبت خواهم کرد و بعدم قسمت دوم احتمالاً بحث آزادی خواهد بود و در ارتباط با مسائل و مشکلات خاورمیانه و ایران و اسرائیل و این وضعیت خطرناکی که ما الان درش گیر کردیم دوستان اظهار نظر خواهند کرد. بندم صاحب نظر نیستم ولی به سهم خودم استفاده میکنم و اگر هم وقتی لازمم بود بندم نظر خودم رو هم خدمت دوستان خواهم گفت. اما در ارتباط با موضوع اول حرف ویژه‌ای واقعا نیست که شما ندونید، اما یه مقدار تحلیل مسئله است و یک مقدار بیان خاطرات هست در ارتباط با مرکز اسلامی هامبورگ و اینکه گاه به گاهی، چون شما اطلاع دارید که این اولین بار نیست که چنین برخوردهایی با مساجد اسلامی، با نمیدونم مرکز اسلامی هامبورگ و با اینایی که مربوط به جمهوری اسلامیه در طول این سالها شده باشه. حداقل من در 15 سال است که اینجا هستم بارها شنیدم که مثلا از این برخوردها وجود داشته. مطالعه محدود بوده، این دفعه خود جدی‌تر شده که حالا شاید دلایل خاص داشته باشه که بعد بهش اشاره خواهم کرد. اولی اشاره بکنم به سابقه این مسجد اسلامی هامبورگ و یک بخشی که به اصطلاح خاطرات زیسته من هست، شاید برای دوستان مفید باشه. من سال 1944 رفتم قم، 2 سال در شهر خودمون رودسر در گیلان بودم. بعدم سال 44 رفتم قم. سال 44 یا 45 همون سال اول یا دومی بود که من به قم وارد شده بودم. یکی از دوستان ما یه روز عصری به من گفت که این نماینده آیت الله بروجردی از آلمان آمده، در یه خونه اونجا دیداری داره، با طلبه ها و اینا صحبت میکنه، شما هم میایین؟ گفتم آره میام. منم رفتم، با اون دوستم رفتم اونجا که اون موقع هنوز لباس روحانیت هم نبود، یعنی 18 سالم بود. من سال 46 بود که لباس روحانیت پوشیدم. رفتیم اونجا، یک آخوندی بود به نام آقای محققی. حالا آقای مسرت یا دوستان دیگری که هم سن سالشون هستن اون دوران رو به یاد دارن، قاعدتاً باید بیاد داشته باشن اگر ارتباطی داشته باشن با هامبورگ و مرکز اسلامی اونجا. خب ما شنیده بودیم. من بعد دوره آیت الله بروجردی خب طبعا رفتم قم دیگه، یعنی من وقتی قم رفتم آیت الله بروجردی 4 سال بود که فوت کرده بود دیگه، شرایط عوض شد و اوضاع آباد بکنه دیگه بود. خب شنیده بودیم که آقای بروجردی یکی از مؤسساتی که در خارج از کشور در اروپا تأسیس کرده همین مرکز اسلامی هامبورگ، نمایندگانی هم به اصطلاح فرستاده بود.
اون شب که رفتم اونجا پیش آقای محققی نماینده آقای بروجردی بود در همین مرکز اسلامی، یعنی امام جماعت اینجا بود و مرکز اسلامی رو اداره میکرد. اسم کوچیک آقای محققی بیاد ندارم ولی اسمش فامیلیش بیادم مونده. یک شیخ تقریبا درشت هیکلی بود، اصلا لاهیجانی هم بود، یعنی تقریبا به یک معنی هم ولایتی ما بود. اون شب یه 20 نفر از این طلبه هم بودن که اتاقی نمیدونم خونه کی بود، ایشون یه خاطراتی از اینجا نقل قول میکرد و مطالبی گفت و بیاد ندارم الان دقیقاً چه گفت. فقط اون چه که بیاد دارم این بود که به شدت از وضعیت مسلمان ها در فلسطین گله داشت. این دقیقاً بیاد دارم، یعنی ناراحت بود از اینکه مسلمان ها اونجا چه وضعیتی دارن، نمیدونم یهودی ها چه وضعیتی دارن، دولت اسرائیل چه وضعیتی داره و از این بی‌مسئولیتی مسلمان ها، فقر شایع در میان مسلمان ها، خیلی از این نوع مسائل میگفت. حالا میگم جزئیاتش رو یاد ندارم ولی خیلی یاد دارم که مسائل فلسطین که حالا این روزها باز اوج گرفته، اینو 50 سال پیشم مرحوم محققی اونجا گله داشت، چون میگم من چند سفری رفتم فلسطین و اونجا رو بیت المقدس دیدم، کجا رو دیدم، وضعیت مسلمان‌ها چگونه بود، چگونه فرودست بودن، چگونه از نظر وضع مادی و معیشتی در چه شرایطی بودن و خیلی ناراحت بود و گله داشت از این اوضاع و احوال. خب این اولین بار بود که من اسم اسلامی مرکز اسلامی هامبورگ از نزدیک به عنوان نماینده آقای بروجردی شنیدم. بعد از چند سالم که شنیدم که مرحوم بهشتی هست که بهشتی نمیشناختن، ندیده بودم، البته تا سال 56 ایشون دیدم، ولی اونم داستان دیگری داره. ولی بعد هیچ خاطره خاصی از آقای بهشتی ندارم، ولی بعد شنیدم آقای شبستری آمده اینجا، محمد مجتهد شبستری به عنوان نماینده حوزه قم آمده اونجا. آقای شبستری که من قم رفته بودم از نزدیک ایشون میشناختم، البته ایشون من نمیشناخت ولی من ایشون میشناختم، چند تا سخنرانیش پای صحبت سخنرانیش بودم و یه دفعه دیدم غیبش در سالهای 47-48 نمیدونم که اون موقع ها بود. یه دفعه دیگه دیدم آقای شبستری در قم دیده نمیشه. از این ورور پرسیدم این آقای شبستری کجاست؟ گفتن که رفته در مسجد مرکز اسلامی هامبورگ، نماینده حوزه رفته اونجا. که دیگه ایشون اونجا بود دیگه، سالها اونجا بود و 8 سالی اونجا بود تا سال 46 سال 56 بود که از آلمان آمد ایران. در قم شنیدم که از طلبه ها که شنیدم ایشون در دارالتبلیغ آقای شریعت مداری سخنرانی داره و منم رفتم اونجا بعد از سالها ایشون رو از نزدیک دیدم. به ایشون هم یه گزارشی از وضعیت مسلمانان آلمان در اون سخنرانی به ماها داد و ما هم اونجا گوش کردیم. آقای شبستری رو خب دیگه بعد از اون دیگه خود به یک سال نیم بعد خود به دوران انقلاب و یه مقدار مطبوعات آزاد شد، رسانه آزاد شد دیگه، تصویرهاشو گاهی تو مطبوعات میدیدم. بعدا در دوره سال 58 بعد از پیروزی انقلاب چند بار در تلویزیون دیدم و دیگه از نزدیک ندیدم تا در مجلس اول که ایشون نماینده شد و بعدم نماینده شدم دیگه از نزدیک با هم آشنا شدیم. یعنی 4 سال در مجلس هر دو همکار هم بودیم که بعدم دیگه دوستی ما و رفاقت ما همچنان ادامه پیدا کرد. بعد همکاری در دارالتعمار بزرگ اسلامی دیگه نمیخوام براتون خاطره بگم دیگه. و آخرین باری که من ایشون رو دیدم شاید 5-6 سال پیش بود که برای کنفرانسی آمده بودم این آلمان، آمده بود کل و یه دوستی گفته بود که فلانی رو میخوام ببینم، اونم گفته بود خیلی خوب فلانی رو دعوت میکنیم میاد اینجا شما رو ببینه. یعنی آخرین بار یه دیداری که با هم داشتیم و با هم شام خوردیم در همین کل آلمان. من از اون موقع یعنی از 50 سال پیش با این مرکز اسلامی هامبورگ آشنا بودم. زمانی هم که اینجا بودم یه بار رفتم، شاید حدود 8 سال پیش رفتم سفری داشتم به هامبورگ، گفتم باید برم به مرکز اسلامی رو ببینم. رفتم اون ساختمان رو دیدم و ساختمان نقلی قشنگی بود و خیلی تر و تمیز و اینها. با اون کسی که پیرمردی بود کارگر اونجا بود، یعنی در واقع سرایدار به قول خودمون اونجا بود و همکاری تو مسجد بود، کسی نبود، حتی وسط روز بود. ازش سوال کردم امام مسجد اینجا کیه؟ شنیده بودم یه آخوندی بود به نام رمضانی نامی، ظاهرا از آخوندهای طلبه‌های شمال بود، متأ نسل بعد از ما بود، یعنی جوانتر از ما بود. پرسیدم میتونم ایشون رو ببینم؟ گفت نه ایشون رفته ایران، نیست اینجا.
گفتم برای چی رفته ایران؟ گفت برای شرکت در سمینار ائمه جمعه رفته. اینا صرفا خاطره نیست، حالا در جنبندی حرفم به اینها اشاره میکنیم، یعنی اینها تأثیر داره در نحوه نگاهی که من به مسئله دارم. و دیگه بعد از اون دیگه من ندیدم. چندین بارم شنیدم که اعضای اونجا رو دادگاهی کردن، افراد رفتن دادگاه. حتی شاید 1 سال پیش 2 سال پیش بود که یه نفری از همین اون طرف آمده بود اینجا بود، صحبت از مرکز اسلامی بود، گفت آره اینا رو رفتن شکایت کرده بودن و رفتن دادگاه و تو دادگاه البته پیروز شدن. اون زمان اون آقا هم یک طلبه قم بوده، منتها خب الان دیگه لباس نداره، آمده تو همین دیگه دانشگاه آلمان درس خونده و الان تو یکی از شهرهای آلمانه. این مقدار اطلاعات من از مرکز اسلامی هامبورگ. ولی در طول این 15 سالی که من اینجا هستم، همونجور که اشاره کردم، بارها برخورد دولت آلمان با این مراکز اسلامی بوده و همواره زیر نظر بودن. نمیدونم افراد به دادگاه میکشیدن، دادگاهی میشدن، میخواستن ببندن. و شاید یکی از دلایلش هم این بوده که همین مخالفان جمهوری اسلامی مرتب تظاهرات میکردن. من گاهی تو رسانه ها میدیدم، فیلم هاشو میدیدم، عکسشو میدیدم، خبرشو میخوندم که میرفتن جلوی همه مرکز اسلامی. هر وقت یه بحرانی در روابط ایران و آلمان پیش می آمد، اینها به لفظ بسیج میشدن، راهپیمایی میکردن، تظاهرات میکردن، میرفتن در دولت آلمان میخواستن اینجا خونه جاسوسیه، اینجا رو باید ببندید و از این حرفا. حالا مراکز دیگر، مساجد دیگر من خیلی خبر ندارم، برای اینکه هیچ آشنایی سابقه ای نسبت به اونها ندارم. ولی مرکز اسلامی رو با توجه به سابقهش تو خاطرم بود و همیشه خبرش هم میخوندم و فکر میکنم تو آلمانم خبرسازترین مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی همین مرکز اسلامیه. خب فکر میکنم از یک طرف، یعنی از سه طریق میشه گفت که این مرکز اسلامی و دیگر مساجد مربوط به زیر نظر جمهوری اسلامی برای دولت آلمان مشکل ایجاد میکرد، مسئله ساز میشد، یا نمیدونم برای اینها پرسش ایجاد میشد، ابهام ایجاد میشد و یا تحت فشار قرار میگرفت. از یک طرف عملکرد خود جمهوری اسلامی که بالاخره اینا وابسته به دولت و حکومتند و از حکومت پول میگیرن، امکانات میگیرن، ابزار میگیرن، از طریق بیت رهبری. آخوند اینجا نماینده رهبریه که حالا بعد توضیح خواهم داد. و از یک طرف هم فشار بخشی از اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی که حالا امروز میگن مخالفان برانداز جمهوری اسلامی، که اونها هم هستن که وقتی دری به تخته میخوره، زمینه مساعدی پیدا میشه، یه دفعه به حرکت در میان تظاهرات میکنند و نمیدونم که اعتراض میکنند و از دولت آلمان و مقامات آلمان میخوان که بیان در این جاسوسخانه رو ببندن. این از طریق دوم. از طریق سوم هم که نهادهای امنیتی و سیاستهای خود دولت آلمانه که خود دولت آلمان هم البته تحت تاثیر اینا قرار میگیره. به علاوه اینها هم که گاهی فشار پیدا و پنهانی که البته خیلی پیدا نیست، یعنی آدمای عامی ممکنه خیلی متوجه نشن، مسئله اسرائیل. خب هر وقتی که روابط ایران و اروپا تیره میشه، طبعا یا آمریکا طبعا یکی از آتش بیاران معرکه دولت اسرائیل، اونم دولت نتانیاهو، این راستگراهای افراطی و این کسانی که الان دارن در تمام خاورمیانه آتش روشن میکنن و همواره دنبال این بودن که ایران رو به جنگ بکشند و نمیدونم با آمریکا درگیر بکنند و آمریکا بیاد به حساب اونجا برسه. خب اینجا یک اتحاد نانوشته‌ای بین برخی از اپوزیسیون، مخصوصا سلطنت طلب‌ها که حالا رضا پهلوی اطرافیانش به طور علنی آشکار فرض کنم در این وادی هستن، و همینطور اسرائیل هم میاد فشار میاره و در این زمینه مثلا فعالیت داره و به دولت آلمان که متحد دیگه، یعنی فقط آلمان نیست که کشورهای اروپایی عموما با رهبری آمریکا، همه اینا خب با هم صریحا اعلان کردن که ما بالاخره متحد اسرائیل هستیم و از موجودیت اسرائیل دفاع میکنیم. همواره هر خطری متوجه بشه، اونم از ناحیه ایران، ما نمیدونم در کنار اسرائیل هستیم. خب اینا دیگه همه اینا دیگه گفتن نداره، وقت شما صرف میشه، شما بهتر از من میدونید. بنابراین از سه طریق این فشارها علیه این نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی پیدا میشه. خب خود دولت آلمان هم که میشود اون رو به عنوان یک عنصر چهارم تلقی کرد،
هر وقت رابطش با ایران خوبه، داد و ستد دارن، تجارت دارن، نمیدونم منافعشون تا حدودی حفظ میشه، خیلی خوب، خیلی مشکل ندارن. فشارها هم وقتی وارد بشه ممکنه نادیده بگیرن یا خیلی جدی عمل نکنن. ولی وقتی که مثل الان، مثل یک سال اخیر روابط تیره تر میشه، مشکلاتی در روابط سیاسی ایران و آلمان پیدا میشه، یا واقعی میکنوس پیدا میشه، یا چیزای دیگه پیدا میشه، طبیعیه که اونها مستعد عرض کنم موضع‌گیری تندتری علیه جمهوری اسلامی و علیه نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هستند. خب خیلی دستشون به جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی که در ایران مستقره، خیلی مستقیم بسیار نمیتونن که اونجا اعمال نظر بکنن یا اعمال فشار بکنن، ولی به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی میتونن اعمال فشار بکنن، همونجور که خود جمهوری اسلامی هم این کارو میکنه. خب جمهوری اسلامی هم یه وقتی میاد یک آلمانی دو تابعیتی رو بگیره، نمیدونم زندانیش میکنه، یا فرانسوی یا آمریکایی یا سوئدی یا هر کجای دیگه. خب اینم که سنت رایجی، سنت مرسومی است که 30-40 سال در جمهوری اسلامی هست که گروگان میگیره تا گروگانای خودش آزاد کنه، امتیازی میده، امتیازی میگیره. کاریست که البته خیلی از دولت‌های دیگه میکنن، فقط جمهوری اسلامی نیست. ولی به هر حال اینها هم همین کار میکنن دیگه. جمهوری اسلامی مقابل مصر میکنه، اینا به یه شکل دیگه مقابل مصر میکنه. اینا میان اینجا مرکز اسلامی هامبورگ و برخی از نهادهای دیگر وابسته به جمهوری اسلامی رو میبندن، درشو مهرموم میکنن. اونها هم میان در مقابل عرض کنن که مؤسسه نمیدونم زبان وابسته به گوتر در تهران مثلا میبندن، مثلا دارم اینایی که اعلان میشه، حالا پشت صحنه چه داستانایی تو کار ما خبر نداره. بنابراین من اون چی که میفهمم، جنبندی من اینه که این نوع حوادثی که به وجود میاد، ماها یعنی ما ایرانی‌های خارج از کشور که میخوایم از موضوع ملی حرکت کنیم، از موضوع حفظ منافع مردم حرکت کنیم، نه لزوما منافع جمهوری اسلامی، منافع ملی میخوایم حرکت بکنیم، یه خورده کار ماها اینجا دشوارتر میشه. و البته کار من خب خیلی، من کاری زیادی ندارم و که نه ارتباطی با نهادهای حکومتی اینجا دارم، نه زبان میدونم که بخوام در مطبوعات بنویسم یا بگم. ولی شماها که بالاخره الحمدلله سالها اینجا هستید و ارتباط دارید و روزنامه نگارید و میتونید که به زبان آلمانی حرف بزنید، با مقامات آلمانی حرف بزنید، صداتون رو به جایی برسونید، کار ماها دشوارتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف میخواهیم که با اسرائیل هم صدا نشیم، از یک طرف نمیخوایم با اون مخالفان برانداز جمهوری اسلامی افراطی که میخوان جمهوری اسلامی نباشد به هر قیمتی، ولو اسرائیل دخالت کنه، ولو آمریکا دخالت کنه، ولو بیان نمیدونم که تهران رو بمباران کنن، براشون مهم نیست. مهم این است که تو تهران این جمهوری اسلامی نباشه، این سید علی خامنه ای نباشه، این نمیدونم اینا نباشن، اینا برون به هر قیمتی. خب ما نمیخوایم با اونا هم همراه و همدل باشیم. لااقل بنده احساسم اینه، درکم اینه، تشخیصم اینه. نمیخوایم با آمریکا هم نوایی بکنیم، نمیخوایم حتی با دولت آلمان هم نوایی بکنیم. از طرف دیگر هم متاسفانه جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای کاری کرده که فاصله بین حکومت مردم اونقدر زیاد شده که زبان آدمای خیرخواه ملی تو این وسط هم زبانشون کوتاهه. یعنی اگر بخوام حرفی بزنیم، صحبتی با هم بکنیم، جوری هم دو قطبی شده که جمهوری اسلامی اگر خوشش نیاد میگه شما وابسته به نمیدونم که فلانی، از این ور اگر کسی خوشش نیاد یا انتقادی به اونها بکنید میگه شما جزو عوامل جمهوری اسلامی هستید، شما حقوق بگیر جمهوری اسلامی هستید، شما نمیدونم میخواد که از حکومت دفاع بکنید. خب تو این وسط اون وقت واقعا توی این قوقا، توی این شرایط بسیار حساس، موضع درست ملی گرفتن برای افراد واقعا ملی که اصولا با سلطه مخالفن، با استبداد مخالفن، با تجاوز مخالفن، با ستم مخالفن، با آدمکشی مخالفن، با مثلا تعارض با منافع ملی ایران مخالفن، میخوان که مملکت باشه، ملیت بمونه، مردم به مردم آسیب نرسه، با تحریم ها مخالفن، با دخالت خارجی مخالفن، کاری خود دشوارتر میشه. این کل تحلیلی است که من این از این اوضاع دارم. ولی به گمان من اینجا این نکته اشاره کردم که یک بقیه وقتم رو صرف اون میکنم که گفتم که جمهوری اسلامی یه کاری کرده که الان نتانیاهو که به نظر من یعنی طبق عرف بین المللی یک جنایتکار جنگی و یک نسل‌کش بین المللی است که تحت تعقیب هم هست، حتی دادگاه ها هم
عرض کنم که دادگاه هم محکومش کرده، حتی نمیدونم خواستار دستور جلبش شده، ولی با حمایت جهانی و اروپا و مخصوصا آمریکا اونقدر گستاخ است که دنیا رو هم به چالش میکشه. دبیرکل سازمان ملل رو به چالش میکشه، به تندترین عبارت حرف میزنه. شماهایی که سالها در اینجا هستید بیاد فکر نمی‌کنم داشته باشید، حالا من که خیلی اینجا نیستم و خیلی هم در جریان اینجا نیستم، ولی شماها که خاطراتتون بیشتر از منه. خب واقعیتش اینه که در تاکنون دیده شده که از زمانی که سازمان ملل درست شده، حقوق بشر درست شده، قاعده قواعد بین الملل درست شده، اصلا دولت یاغی‌تر از یاغی به مفهوم حقوقی کلمه، این رو به عنوان دشمن به کار نمیبرم، واقعا از دولت فعلی اسرائیل هست که وقتی که شورای امنیت میاد یک مصوبه میرسونه تصویب میکنه، نماینده اسرائیل در شورای امنیت میاد پشت تریبون اون رو برمیداره توی به اصطلاح فورکون از بین میبره و چهار تا پشت هم به میگه شرم بر شما با. خب این چنین چیزی در دنیا اگر جمهوری اسلامی این کار کرده بود، اگر نمیدونم افغانستان این کار، عراق این کار، هر دولت دیگری، حتی همین دولت آلمان جرأت اینو داره که در سازمان ملل چنین کاری بکنه، ممکنه یه روزی بیفته بکنه، ولی من فکر نمی کنم کسی این جرأت داشته باشه. این قدرت و جسارتش از کدام جا به دست آورده؟ برای اینکه اطمینان داره که هر کاری بخواد بکنه، هر عملی انجام بده، هر جنایتی بخواد انجام بده، هیچ کسی جلو دارش نیست، اطمینان داره. حالا اینکه آمریکا نمیدونه دوره انتخاباتش هست و میخواد نمیدونه یکم ایشال باشه و خیلی خوب، حالا یکم کمتر بکشید، یعنی حد اکثر توصیهش اینه. اونم من شک دارم که واقعا این صادقانه هست یا نیست، ولی فرض بر این بذاریم که صادقانه هم باشه، حد اکثرش اینه، وگرنه تمام قد پشت دولت اینجا هستن. از این نظر بنابراین نه از دولت آلمان انتظاری هست، نه دولت اونا طبق سیاست‌های خودشون عمل میکنن، هر درست تشخیص میدن یا نمیدن نمیدونم، ولی عرض کنم که سیاست دولت نتانیاهو و اسرائیل فعلی رو هم که اصلا نمیخوام ازش حمایت کنیم، طبعا با آمریکا و جای دیگر هم نمیخوام همراهی کنیم. از اون طرف هم متاسفانه گفت از ماست که بر ماست. سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در طول این 45 سال اعمال کرده و همین سیاست‌هایی بوده که از 45 سال پیش تا الان، یعنی من خودم 4 سال نماینده مجلس بودم، خاطرات مجلس اول نوشتم، یادداشت‌های مجلس اول دارم. حالا من اون موقع خودم هم به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشتم، هم به آقای خمینی اعتقاد داشتم، هم با آقای خامنه‌ای که نماینده مجلس بود بعد رئیس جمهور شد باور داشتم، بارها با هم دیدار داشتیم، بارها نامه نوشتم. آقای هاشمی رفسنجانی که در اون دوره رئیس مجلس بود. حالا همه اینا رو تنظیم کردم، حالا انشالله به زودی منتشر خواهد شد و منتشرم بشه. احتمالاً خواهید دید که این خاطرات 6 سال اول دهه 60 دوران انقلاب که از جهتی فکر میکنم مهمه که گزارشی 6 سال اول بعد از انقلابه، یعنی از سال 59 تا سال 64، یعنی 2 سال بعد از پایان مجلس هم و یادداشت روزانه دارم با تاریخ. خب اینو روابط بوده. الان همه ای اصلا نشون میده که بنده که کاری نبودم، کسی نبودم، ولی با آشنایی که فرزند با آقای خامنه‌ای داشتم و دوران پیش از انقلاب در مشهد و بعد در مجلس اول و بعد دوره ریاست جمهوری داشتم، از یه آدمی که مثل بنده که کاری نبودم، حرف موثری هم نمیتونستم بزنم بگیرید، تا شخصیت‌های مهم ملی و کسانی مثل بازرگان و مثل صحابی و مثل نمیدونم دیگرانی که بارها نامه نوشتن، صحبت کردن، دیدارهای حضوری داشتن. همه این حرفا چه در دوره آقای خمینی و چه در دوره 35 سال آقای خامنه‌ای، بارها و بارها خیرخواهان این مملکت تو داخل کشور تو خارج کشور بارها نامه‌نگاری کردن، مطلب دادن، بیانیه نوشتن، نمیدونم هشدار دادن که این کارا رو نکنید، این کارا رو بکنید به ضرر خودتون تمام میشه، یه روز تو بنبست گیر میکنید. ولی کسی گوشی شنوایی نبود. و بالاخره یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی هر وقتی که در موضع قدرت هست مسائل از موضع قدرت حل نمیکنه. اون چیزی که من در طول این 45 سال فهمیدم تجربه من هست. ولی بعد وقتی که در موضع ضعف میفته، اون وقت مجبورن که جام زهر بنوشند و نمیدونم. این همه بعد از فتح خرمشهر و آقای خمینی و زمان گفتن که آقا نمیدونم حالا صلح کنید، حالا از موضع قدرت صلح کنید. حالا کنفرانس اسلامی بود، ما در جریان بودیم، کنفرانس اسلامی بود، کنفرانس نمیدونم که اتحادیه عرب بود، سازمان ملل بود و اصلا جوری شده بود که در تا اون قطعنامه که پذیرفته شد
حرف از صلح زدن در فرهنگ و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی خیانت به کشور تلقی میشد. آقای خمینی جمله مشهوری داره دیگه، لابد همه شما بیاد دارید، که گفته بود که این چه صلحی است که همه دوستان ما میگن جنگ، همه دشمنان ما میگوین صلح. یعنی بنده خدا مثل اینکه تصور نمیکرد که بابا این صلح میتواند هم به نفع شما باشد هم به نفع دشمن. یعنی در عالم فرض که چنین چیزی ممکنه، که یعنی اگر کسی بگه صلح حتما به شما خیانت کرده، اگر کسی بگه این جنگ به شما خدمت کرده. بگم من در همون دوره هم اسرائیل و آمریکا و دشمنان ایران و دشمنان جمهوری اسلامی با توجه به این حساسیت ها که آقای خمینی وارونه تصور میکرد، وارونه نتیجه گیری میکرد، از این جهت روی اصرار فراوان روی جنگ داشتن. ولی میخوام این عرض بکنم که در اون دوران اینجوری بود. خب وقتی این طور به موقع از موضع قدرت حل نکردن، بعد آقای خمینی مجبور شد که در شرایط احساس خطر کرد، جدی کرد، گزارش بهش دادن، آخرش هم گفت ما جام زهر بنوشیم. حالا الان هم آقای خامنه‌ای در طول 35 سال همیشه در موضع قدرت بودن یا در مواضعی بوده که امکان داشت که بهتر حل کنن، با امتیازی حل کنن، رابطه‌شون با آمریکا، با اروپا، حتی با همین اسرائیل بر متاسفانه حل نکردن. به گمان من حرف آخری که میخوام بزنم اینه، به گمان من جمهوری اسلامی در طول این 45 سال عرض کنم که حالا من البته سرنوشت انقلاب رو با انقلابی که 57 اتفاق افتاد، 22 بهمن دوران انقلاب تمام شد و دوره عمر جمهوری اسلامی شروع شد، حداقل با رفراندوم 12 فروردین سال 58 دیگه دوره تأسیس جمهوری اسلامی. من این دوتا رو به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی از هم جدا میکنم، هرچند به نوعی با هم ارتباط دارن ولی جدا میکنم، هر اگر لازم باشه بعدا میتونم توضیح بدم. ولی به هر صورت در عمر جمهوری اسلامی متاسفانه سیاست‌هایی در پیش گرفته شد که این سیاست‌ها در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی شد، به نظر همین حاکمان جمهوری اسلامی شد و به نفع دشمنانشون اولا، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی. حالا من در سیاست داخلی، هرچند سیاست داخلی و خارجی عملاً و نظراً با هم ارتباط دارن، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. میگن سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی دیگه. ولی به خصوص سیاست خارجی که حالا ارتباط پیدا میکنه با همین مسائل مورد بحث ما، مسائل برخورد دولت آلمان با مرکز اسلامی هامبورگ و مساجد امثال این حرفا، به گمان من جمهوری اسلامی مرتکب اشتباهات بزرگ و استراتژیک شد که حالا امروز رسیده به این بنبست و به این شرایط خطرناکی که ما نمیدونیم، واقعا نگرانیم که چه بر سر کشور میاد، که ممکن حمله نظامی صورت بگیره نگیره. حالا بعدا ان شاءالله صحبت میکنیم که امیدواریم که خطراتی متوجه مملکت و کشور نشه. ولی سه تا اشتباه به نظرم کرد که من این سه تا اشتباه رو فهرستوار میگم، در مورد چند جمله توضیح میدم. اشتباه اول این بود که جمهوری اسلامی آمد اعلان حکومت دینی کرد. این البته چیزی نیست که من اوایل انقلاب اینو نمیفهمیدم، حتی در اون چند سال اول دوره‌ای که نماینده مجلسم بودم مشکلی نمیدیدم که حکومت دینی داشته باشیم. من یادم هست که در بعد از سال 73 که مرحوم مهندس بازرگان فوت کرد، در یکی از مراسم بزرگداشت‌های بازرگان بود، سال 74 75 اون موقع بود یا سالگردش بود، در یکی از این مراسم‌هاش که من در حسینی ارشاد سخنرانی می‌کردم، در اونجا یه جمله‌ای گفتم و اون جمله این بود که حکومت دینی آری ولی دین حکومتی هرگز. این یه جمله‌ای بود که من در حسینی ارشاد گفتم که بعد از این روزنامه‌های حزب اللهی ها و نمیدونم که انصار حزب الله اینا تیتر کردند و مدت‌ها علیه من عرض کنم که تبلیغات می‌کردن. در دادگاه بیشش هم یکی از چیزایی که جزء پرونده من بود، جزء بازجویی من بود، همین جمله‌ای بود که اونجا گفته بودم. خب اون موقع اینجوری فکر می‌کردم، حتی تا سال 73 میگفتم خیلی حکومت دینی ممکنه ما میتونیم یه حکومت دینی معتقدتر و معتدلتر و آرومتر و عاقلانه‌تر و مدبرانه‌تر داشته باشیم. ولی بعداً هم مطالعات بیشتر من، هم آگاهی من بیشتر به تاریخ اسلام، تاریخ جهان، تاریخ دنیا، تحولات، تغییرات، بعد خودم بعداً به این نتیجه رسیدم که نه، این جمله اشتباهه. حکومت دینی در عمل به همون عرض کنم دین حکومتی منجر خواهد شد. اینجا فقط تقصیر آقای خامنه ای نیست، اینجا فقط ایراد به آقای خمینی نمیشود گرفت. بالاخره دین وقتی حکومتی شد، بالاخره در نهایت یک تفسیر از دینه. شما نمیتونید که 10 تا از تفسیر از دین رو در حکومت اجرا بکنید.
در ریاست جمهوری، در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه، بالاخره یک تفسیر از دین باید باشه دیگه. دین هم تفسیرهای مختلفی داره، این دیگه هیچ کسی نمیدونه منکر این بشه که. به خصوص می علما هم که ماشاءالله هر کدام از این علما و مراجع و از این روحانیون و از کنه یه فتوایی دارن، یه نظری دارن، بسیار از دیدگاه‌ها با هم متفاوته. همین الان هم همینجوریه، این تضادها به وجود داره. خب کدام یک از اینها رو حکومت به نص اجرا بکنه؟ خب یه نفر یکی باید اجرا بشه. خب اون یکی کی باید اون رو حرف آخر رو بزنه؟ کی باید اون رو تعیین کنه؟ کی باید اون رو مشخص بکنه؟ ولی فقیه. خب نظامی است که ولی ولایت فقیه رو پذیرفته، بعدم مطلقش هم کردن در اصل 57 قانون اساسی. بنابراین یه زمانی که خودم میگفتم حکومت دینی آری ولی دین حکومتی هرگز، حالا متوجه شدم که این اصلا مشکل تئوریک داره، مشکل عملی داره، مشکل نظری داره. بله من این رو کاملا قبول دارم که الانم اگر حکومت جمهوری اسلامی یه خورده عاقلانه‌تر و مدبر، همین آقای خامنه‌ای عاقلانه‌تر عمل میکرد، بخش اشتباهات دیگر نمیکرد، عرض کنم که ما میتونستیم امروز یه جمهوری اسلامی معقول‌تر و معتقدتری داشته باشیم، به اصطلاح معتدل‌تری داشته باشیم. اینو من منکر نیستم، نمیخوام بگم اینا همه جبریه، نه من جبرگرا نیستم. میتونستیم که یه وضعیت دیگه داشته باشیم. مثلا بعد از آقای خمینی اگر آقای منتظری میشد رهبر، ممکن بود بعد بهتر از این بشه. حتی همین آقای هاشمی رفسنجانی اگر بعدا میشد رهبر، البته در صورتی که این تحولاتی که بعداً درش به وجود آمد در اون زمان واقعا قابل تصور بود. نمیدونم در اون زمان من خودم عرض کنم خیلی باور نداشتم. در اون زمانی که آقای خامنه‌ای سال 68 انتخاب شد، خودم با شناختی که از این آقایون داشتم میگفتم که یه تعبیری در جمهوری اسلامی هست، میگفتن خیرالموجودین، میگفتم همین آقای خامنه‌ای خیرالموجودین بوده. ولی با همه این حرفا میخوام بگم که اگر رهبر یکی دیگه بود ممکن که وضعیت بهتر از این باشه. اینا همه سر جاش، اما اساس قضیه، مشکل اصلی اون استخوان لای زخم همون حکومت دینیه. یعنی یک حکومت ایدئولوژیک نظریه که بر اساس ولایت مطلقه فقیه، بر اساس امامت منسوب شیعی هست و در زمان غیبت بر بعدم میخواد که رسالت جهانی هم برای خودش قائله که حالا بعد به مسائل بعد میگم. بنابراین اولین ایرادی که هست همین مسئله است و این سبب شده که نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی به قول آقای نتانیاهو علیه ما علیه که میگه دست ما در همه جا، هر جا به دنیا به شما میرسه، دست ولی فقیه هم در همه جای دنیا درازه. الان تمام نهادهای مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در اروپا، آمریکا، آلمان، هر کجایی که در دنیا وجود داره، در آفریقا، در آسیا، در هر کجایی که وجود داره، اینها در ردیف بسیارشون در ردیف بودجه رسمی دولت بودجه دارن. غیر از اونها هم از بیت رهبری آقای خامنه‌ای شخصا یک دارایی نداره و شاید شخصا هم ساده زندگی کنه، ولی بالاخره نهادهای پولدارترین نهادهای جامعه جمهوری اسلامی رو مثل بنیاد آستان قدس رضوی، مثل نمیدونم حساب صد امام، همه اینا رو در اختیار داره. میلیارد پول در اختیار داره دیگه. خب از این پولها هم به این مؤسسات کمک میکنه. بنابراین این که ببینیم مخالفان بلافاصله میگن آقا یا مرکز جاسوسی وابسته به جمهوری اسلامیه یا دولت آلمان چنین اقدامی میکنه یا یه جای دیگه میاد چنین اقدامی علیه اینها میکنه، این پر بیراه نیست، به خاطر اینکه وابسته به جمهوری اسلامی هستند. وقتی وابسته به جمهوری اسلامی هستند میخوان که فتاوای رهبر ولی فقیه مطلق رو بیان اینجا اجرا کنن. خب اینا باید از حماس حمایت کنن، از فلسطین حمایت بکنن، از روز قدس باید راهپایمایی بکنن، یا بعد نمیدونم از حزب الله لبنان باید حمایت بکنن. خیلی از این نهادهایی که حالا من معتقدم که بسیارشون به ناحقه، ولی بالاخره در عرف بین الملل، در زبان و ادبیات همین کشورهای اروپایی به صورت نهادهای تروریستی هستن. خب دولت جمهوری اسلامی هم میاد از اینا حمایت میکنه، به اینا پول میده، امکانات میده. خب دولت‌های اینجا برنمیتابن. شما ممکنه بگید آقا بی خود برنمیتابن. بله منم میگم بی خود برنمیتابن، ولی بالاخره این قواعد ظالمانه است که امروز در دنیای امروز حاکمه. بهانه به دست آلمان میده، بهانه به دست اسرائیل میده، بهانه به دست دیگران میده که علیه جمهوری اسلامی فشار بیارن، در حالی که میتونست نباشه، میتونست یه جور دیگه عمل کنه. بنابراین این حکومت دینی که در طول این 45 سال در ایران مستقر شده که با ولایت مطلقه فقیه حاکم میشه، که رئیس جمهورش هم کاری نیست، مجلسش هم کاری نیست، نه رئیس نمیدونم قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، همه چیز به رهبری برمیگرده. خب همه
حملات هم متوجه رهبری میشه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس بازرگان بعد از کوتاه 28 مرداد نامه‌ای به شاه نوشته بود، موقعی که فکر زندان بود. نامه‌ای به شاه می‌نویسه، میگه خب شما پادشاه مشروطه باشید، طبق قانون مشروطه پادشاه باید سلطنت کنه نه حکومت. بعد یه استدلالی میکنه مهندس بازرگان اونجا به شاه میگه خب الان همه طرفداران شما حامیان همه چیزهای خوب مملکت به اعلیحضرت پادشاه جوان نسبت میدن. خب فردا اگر این کارا ناموفق بشه، دولت ناکام باشه، ایراد باشه، اشکال باشه، در اون صورت مردم هم ایرادارم به نام اعلیحضرت میگیرن، به نام شما میگیرن. در اون زمان حملات متوجه شما میشه. خب همین اتفاق افتاد دیگه. بعد از انقلاب اتفاق افتاد. سال 57 میگفتن که تا شاه کفن نشود وطن نشود. یعنی هیچ کسی به کمتر از سقوط محمد رضا شاه و کشتن محمد رضا شاه و نابود کردن رژیم پادشاهی کسی سال 57 فکر نمیکرد. اگه کسی فکر میکرد، نه فقط آقای خمینی، بنده و امثال بنده با اونا مخالفت میکردیم. مهندس بازرگان اون زمان با تغییر رژیم مخالف نبود، ولی در همون زمان میگه آقا آروم آروم قدم به قدم بریم جلو، که بعد معروف به سازشکار شد. گفتن سیاست گام به گام. یعنی فضا وقتی تند بشه، دو قطبی بشه، انقلابی بشه، کسی به غیر سقوط رژیم. یعنی اگر شاه در همون سال 32 اون توصیه مهندس بازرگان رو پذیرفته بود و بهش عمل میکرد، در عمل بهش التزام داشت، شاید هنوزم رژیم شاه بود و نمیدونم که مملکتم به این وضعیت دچار نمیشد. بنابراین اولین مشکل که دنبالش خیلی تبعات دیگه آمده، از جمله همین حمایت‌های مالی و نمیدونم عمومی از همین نهادهایی هست که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا و آلمان و جای دیگه رو نااساسن، خیلی‌ها رو نظام‌های تروریستی میدونن و از اینکه نظام جمهوری اسلامی پشتش هست، اینا کمک مالی میکنه، خامنه‌ای پشت اینا هست، اینا نمایندگان رهبری در اینجا هستن، از این نظر حرف بی ربطی نمیزنن، طبق عرف خودشون، طبق عرف بین الملل، یعنی حرفشون در هر کجایی اگر باشه حرفشون برد داره. مسئله دومم این است که آمدن از حضور شما که صدور انقلاب، دومین اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد که در ادامه همون اتفاق افتاد، صدور انقلاب بود. دوستانی که همسن سال من هستن، سال انقلاب رو به یاد دارن، دهه 60 رو به یاد دارن، میدونن یکی از کلمات پربسامد در دهه 60 صدور انقلاب بود. هنوزم که هنوزه بازم این حرف دارن میزنن. خب صدور انقلاب، آقای منتظری و برخی از بزرگان دیگه تلاش کردن که مفهوم صدور انقلاب رو قبول کنن. بنده خودم در همون دهه 60 زمانی که مجلس بودم مدافع همین صدور انقلاب بودم. منتها هیچ وقت صدور انقلاب رو به مفهوم فیزیکی و لشکرکشی و نمیدونم قوای نظامی در لبنان بردن و در عربستان بردن و در کجا بودن که نبوده. که گفت صدور انقلاب، خیلی خوب، گفت عصر آن است که خود بگوید نه که مثلا عطار بگوید. خیلی خوب، شما اگر در ایران جمهوری اسلامی حکومت دینی خوب، معقول، معتدل، مدافع حقوق انسان و رفاه و توسعه و آزادی و عدالت، همونایی که در انقلاب وعده دادین، همین رو در جمهوری اسلامی عملی بکنید، انقلاب شما به کشورهای عربی صادر میشه. من کاملا بیاد دارم در سال 58 که انقلاب ایران پیروز شد، تمام در خود کشورهای خاورمیانه، کشورهای اسلامی زلزله ایجاد کرد. چند سال اول بسیاری از افراد عرب هایی که در منطقه خاورمیانه بودن، در فلسطین، در عربستان، در مصر، در جای دیگه، اسم پسرشون خمینی و یا روح الله میگذاشتن. چرا؟ به خاطر اینکه انقلاب ایران اصلا خیلی باعث پیروزی و سرافراز اون در اون امید ایجاد کرده بود. اخوان المسلمین مصر یکی دو سال اول حامی جمهوری اسلامی بود. خب اگر صدور انقلاب به مفهوم محتواییش بود، یه الگوی موفقی در ایران بود که میتونست که در ایران موفق باشه، میتونست در جای دیگر موفق باشه، لازم به لشکرکشی و اسلحه بردن و جنگ و نمیدونم که نیاز به انقلاب سیاسی که نبود، یه انقلاب فرهنگی میشد، یه انقلاب تمدنی میشد، یه انقلاب اجتماعی و عرض کنم که تعالی بخش برای مردم ارمغان می آورد. این اشتباه دومی بود که گفتن صدور انقلاب را هم به مفهوم صدور فیزیکیش گرفتن و هنوزم به یه شکلی ادامه میدن، هرچند خیلی دیگه از این کلمه استفاده نمیشه. و این هم سبب شد که دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ایران مثل اسرائیل، مثل آمریکا، مثل امثال اینا که روز به روز دشمنیشون هم بیشتر شد و بهانه قرار بدن و بگن که بله الان نیروی صدور انقلاب منجر شده به نیروهای نیابتی ایران.
حزب الله لبنان نماینده ایرانه، حماس نماینده ایرانه، نمیدونم که عراق نماینده ایرانه، نمیدونم کجا حتی یه حرکتی اتفاق میفته، حتی در اروپا و آمریکا ده ها هزار نفر میان تظاهرات میکنن علیه جنایات اسرائیل، میگن که بله دست ایران تو کاره. بی خود میگن البته، جمهوری اسلامی که چنین قدرتی نداره، چنین امکاناتی نداره، معلومه که اینا بهانه است. اما به هر حال این بهانه رو کی داده به دستشون؟ صدور انقلاب، حکومت دینی، کمک‌های مالی، نمیدونم بسیاری از داعیه‌هایی که هست وقتی صریحا در ایران میان میگن که عرض کنم که ما مسجد کاخ سفیدی میخوایم که بعضیا میگن طویله میخوایم بکنیم، بعضیا هم گفتن که از این تندروها هم گفتن که میخوایم که نمیدونم اونجا رو حسینیه بکنیم. حالا این حرفای غیر مسئولانه یه 4 تا آدم عادیه، ولی به هر حال در مطبوعات و در رسانه‌ها و نهادهای امنیتی مورد ارزیابی قرار میگیره دیگه. و بعد همین شبیه همین حرفا از دهن آقای خامنه‌ای در میاد، شبیه همین حرفا از دهن احمدی نژاد در میاد، احمدی نژاد سابق البته، شبیه همین حرفا از دهن نمیدونم که یک پاسدار و یک فرمانده سپاه در میاد، فلان آخوند در میاد، فلان امام جمعه در میاد که نماینده رهبری مثلا. خیلی خوب، اینم یک بهانه دیگری شده که به نظر میاد که ایران به ناحق زیر ضرب بره، جمهوری اسلامی حتی به ناحق زیر ضرب بره و اسرائیل و عواملش و ایادیشون بیان دشمنیشون رو به شکل‌های ظاهرا موجهی بتونن که در اینجا جا بندازن. اینم عامل دوم. و عامل سوم هم از حضور شما که دشمنی و آمریکا ستیزی و غرب ستیزی و به طور خاص شعار موهوم محو اسرائیل. من شخصا این رو بذارید که همینجا به صراحت اول بگم، من شخصا با آشنایی که با تاریخ فلسطین دارم خیلی مطالعه کردم به دلایلی در طول این 40 سال از پیش از انقلاب. مسئله فلسطین دیگه من از 14-15 سالگی با فکر و اندیشه و شخصیت و کار و نمیدونم فعالیت‌های من آمیخته در حمایت از مردم فلسطین از گذشته تا حالا. حالا یه زمانی اون جنبه غلظت اسلامی و مذهبی هم قوی بود که الان دیگه اون نیست، ولی به هر حال از موضع دفاع از مظلومه. من برای نظام حاکم اسرائیل در طول این 75 سال با آشنایی که دارم از اساس هیچ گونه مشروعیت نظری و مشروعیت حقوقی و حتی مشروعیت بین‌المللی برشون قائل نیستم. منتها صحبت اینه الان وقتی که در سال 1948 وقتی که در سازمان ملل مصوبه‌ای گذرانده شده و دولت جدید اسرائیل از امضای سازمان ملل رسیده، دیگه شعار نابودی اسرائیل امروز در دنیا خریدار نداره. این فقط بهانه به دست اسرائیلی‌ها و تندروهاشون میده. بحث این نیست که ما چی دلمون میخواد، مگر در دنیا اخلاق حاکمه، مگر در دنیا عدالت حاکمه، مگر در دنیا نمیدونم آزادی به اون شکلی که ما آرزومون حاکمه. خب این دنیا دنیای ظالمی است، همیناست که هست. خب حالا در این شرایط ما سعی باید بکنیم که ظلم رو کمتر کنیم. همون دیدگاهی که بسیاری از علمای شیعه از عصر بعد از غیبت مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل نمیدونم که ابن ادریس، اینایی که کم بیش ما میشناسیم، اینها در دوره غیبت یک عقیده‌ای داشتن، میگفتن حکومت دینی، حکومت شرعی، حکومت معصومه. حالا چون معصوم در میان ما نیست، ما ایمو همون استدلالی که ناینی در تنبیه الامه داره در دوران مشروطه. حالا ما ایمو حکومت‌های بشری، حکومت‌های مشروعی هم هیچ کدوم از نظر ما، یعنی من شیعه 12 امامی مشروع نیست. اما حالا با همین حکومت معمول که اینا هستن، ما خب با اینا چه کار میتونیم بکنیم؟ سید مرتضی یک کتابچه 4 صفحه‌ای داره که مادلونگ این رو منتشر کرده در یکی از ژورنال‌های لندن، سالها پیش منتشر کرده، متن عربیش منتشر کرده، یه مقدمه به انگلیسی نوشته، یه مؤخرا به انگلیسی نوشته. نمیدونم دیدید یا نه، یک رساله بسیار خوبیه. این منیفست عرض کنم شیعه در طول این دوران از قرن 4 به بعد، دوران بعد از پایان غیبت تا همین الان، او در یه استدلال ساده ای میکنه، میگه ما علما خب با این حکومت ها که حکومت جورن، به اصطلاح جورن به معنی این نیست که به مردم ظلم میکنن، جور به معنای این بوده که در فرهنگ ادبیات شیعه به این معنا بوده که این حکومت عرض کنم غاصب حق معصومه. هر کسی که هر ادعای حکومت بکنه ولو اینکه اون طرف عادل ترینش باشه، غاصب حق معصومه، چون جای معصوم رو گرفته. خب میگفت که ما اینا که ظالمیان و ظلم میکنند و ستم میکنند، خب ما میتونیم جلوی ظلمشون رو بگیریم، ظلم بندگان رو میتونیم بگیریم
حالا ظلم به امام معصوم میکنه، جای اون رو میگیره، ما کار نمیتونیم بکنیم. ولی به بندگان خدا اگر ظلم میکنه ما جلوشو میتونیم بگیریم یا نه. اگر سید مرتضی استدلال میکنه که به اصطلاح عرض کنم که فعل عمل مع سلطان، عنوان رساله‌اش هم اینه، فعل عمل مع سلطان، در همکاری با سلطان، اگر ما بتونیم که از ظلم ظالم، از ظلم حاکم کم کنیم، بر ما واجب است که با این همکاری کنیم. خب این یه صورت قضیه است. صورت دیگر قضیه اینه که اگر ما عرض کنم که نتونیم جلوی ظلم رو بگیریم، در اون صورت حرامه که با اونا همکاری بکنیم. یعنی اگر بتونیم جلوی ظلم رو بگیریم، همکاری بکنیم. اگر بتونیم به ظلم نمیتونیم کامل از دست جلوش بگیریم، ولی میتونیم کاهش ظلم کمک کنیم، همکاری میکنیم. در صورتی همکاری با حکومت ها ممنوعه و حرام شرعیه که عرض کنم که ما نتونیم به اصطلاح ما مؤید ظلم باشیم، همکار ظالم تلقی بشیم، در اون صورت حرامه. خب این تا دوران مشروطه هم بوده. این همین استدلال نایلی در تنبیه العلوم در دوران مشروطه داره. خب این وضعیتی بوده ما در گذشته داشتیم. حالا در جمهوری اسلامی همه این معیارها به هم ریخته، معیارهای سنتی به هم ریخته، معیارهای فقهی به هم ریخته. یک فقیهی به نام آیت الله خمینی پیدا شد، گفت که آقا در زمان غیبت حکومت باید تشکیل بشود، واجب شرعی است، بعد رهبریش هم باید به علما برسه، ولایتش هم ولایت مطلقه است، حدود اختیاراتش هم تمام اختیارات پیغمبر و امام معصومه و هر کسی با این حکومت مخالفت کنه میتونه مرتد باشه در یه شرایطی. البته در طول 45 سال جمهوری اسلامی به صورت صریح حکم مرتد مخالفان رو خیلی صادر نکردن به لحاظ سیاسی، ولی به لحاظ نظری نتیجه حکومت معصوم و اختیارات معصوم و امثال اینها نتیجهش میشه این. خب این چیزی است که ما الان در ایران داریم. خب این حکومت وظیفه عدل جهانی رو بر خودش تعریف کرد. ما میخوایم جنگ تا رفع فتنه در جهان. یادتون هست دیگه در دوران جنگ گفتم شما این شعار از کجا در آمده؟ این یک سپاهی و یک نظامی و یک حزب اللهی و یک نمیدونم بسیجی که مطرح نکرده که این شعار رسمی حکومت بود. این در جلوی آقای خمینی گفته میشد. خود آقای خمینی مروج این شعار بود. جنگ تا رفع فتنه در جهان. ما با مثلا میخوام حکومت اسلامی تشکیل. صریحا آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه آمد بعد از فتح خرمشهر که ما میخواهیم که در عراق حکومت اسلامی صدام رو براندازیم، حکومت اسلامی. از این حرفهای گندگویی‌های توهمی که در دنیای امروز امکان پذیر نبود. بنابراین ایراد سوم و ایراد اساسی که جمهوری اسلامی بهش دچار شد، رسالت جهانی که برای خودش قائل بود. یعنی رسالتی نه برای رسالتی از جانب خداوند، نه رسالتی از جانب پیغمبر، نه رسالتی از جانب امام معصوم. همه اینا رو میگفت، اما در این حال ما فقط برای نجات مظلومان جهان و محرومان جهان و همه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اون آیه وراثت رو که درباره امام زمان میخوندن در گذشته، حالا جمهوری اسلامی همه رسالت برای خودش قائله. خب وقتی که شما چنین رسالتی قائل هستید، بنابراین باید با اسرائیل هم در بیفتید، دیگه شعار محو اسرائیل بدید. خب با آمریکا باید بسازید. با آمریکا ما نه مذاکره میکنیم و نه عرض کنم که جنگ اتفاقی. آقای خامنه‌ای الان 5-6 سال است که سیاست رسمیش اینه. خب وقتی که با شاخ گاو در میفتی، چیه؟ به قول خواجه نصیر طوسی گفته بود که من از گاو میترسم برای اینکه شاخ داره اما به اصطلاح عقل نداره. خب شما که میخواد با همه دنیا بجنگی، با همه دنیا با شما خواهد جنگید دیگه. بابا این 2 تا 4 تاست. پس برای چی از اول یک شعار موهوم ولو به لحاظ نظریه با 1001 دلیل شما بتونید ثابت بکنید که بله من وظیفه حمایت از تمام مستضعفان جهان دارم، من وظیفه دارم که با تمام وجود اسرائیل براندازم. بسیار خوب. همونجور که من خودم نظر شخصی خودم گفتم، منم هیچ مشروعیتی برای نظام اسرائیل قائل نیستم به دلیل حقوقی، به دلیل با همین معیارهای جهانی حقوق بشر. اما وقتی که این دولت اتفاق افتاده و الان 75 سال اونجا مستقره، همه دنیا هم پشتش هست، خود کشورهای عربی که یه روزی میگفتن که ما میخواهیم که اسرائیل رو به دریا بریزیم، خود اونها امروز دیگه کوتاه آمدن دیگه. حالا جنبنده من اینه که نمیخوام از این حرفان نتیجه بگیرم بگم که مثلا آقای خامنه‌ای بیاد امروز نمیدونه با اسرائیل رابطه برقرار کنه. من خودم اگر امروز وزیر خارجه بودم، اگر من جای آقای خامنه‌ای بودم، هرگز با اسرائیل رابطه
سیاسی برقرار نمی‌کردم تو شرایط فعلی. منتها اینو مشروط می‌کردم، میگفتم که خیلی خوب شما بیاید طرح دولتی بپذیرید، قرارداد اسلو رو بپذیرید، چون این دولت نسل‌کش اسرائیلی که امروز صلح نمیخواد، همش جنگ میخواد، همش میخواد آواره بکنه، همش میخواد همون یه تیکه فلسطین رو هم میخواد بگیره. من نمیخوام این حرفا رو بزنم اینجا برای اینکه این خارج از موضوعه، ولی به هر حال میخوام بگم که شما میتونید که بیایید با آمریکا و اروپا و سلطه جهانی مبارزه کنید، منتها مبارزه معقول، مبارزه سیاسی، مبارزه فرهنگی، مبارزه در سطح جهانی و در روابط بین الملل، گروه‌بندی‌های جدید ایجاد کنید، نمیدونم روابط خودتون با کشورهای اسلامی خوب بکنید و نمیدونم با آفریقا خوب بکنید، با آسیا خوب بکنید، با کشورهای پیرامونی خوب بکنید، با آمریکا هم مذاکره کنید، با نمیدونم اروپا هم مذاکره کنید، منافع خودتون رو تامین بکنید، همونجوری که اونها دنبال منافع خودشون هستن. شما دنبال منافع خودتون، منافع ملت ایران باشید، مملکت به نابودی نکشانید. اصل باید این باشه. خب حالا تو این وسط یه سیاستمدار باید بندبازی کنه دیگه. یه امتیاز گفتگو وقتی که میکنی، یک امتیاز میدی، یه امتیازی میگیری. نه ما همش امتیاز میخوایم بگیریم، هیچ امتیازی ندیم. در حال این شعار مبارزه با جهان، در افتادن با قدرت‌های جهانی و بعد به خصوص شعار موهوم محو اسرائیل و نابودی اسرائیل به عنوان یه رسالت جهانی، خب نتیجهش هم این میشه که نتانیاهوی وحشی پیدا میشه. خیلی خوب آقا، شما که شعار رسمیتون اینه، شماره هم گذاشته تو تهران، شماره معکوس شروع میشه، اسرائیل 25 سال دیگر نخواهد دید. اینه حرف یک بسیجی، یک حزب اللهی و یک نمیدونم آدم معمولی نیست، حرف رهبر نظام جمهوری اسلامیه که در سالها تکرار میکنه. خب وقتی که شعار رسمی یه حکومت میشه که محو یکی نابودی یک کشوری عضو سازمان ملل هست، خب اونم به خودش حق میده دیگه. میگه خیلی خب منم میخوام دشمن خودم از بین ببرم، منم فردا میام نمیدونم فلان فلان میکنم. من وقتی حسن نصرالله رو میزنم به خاطر اینه که میخوام که بازوی ایران رو در اونجا قطع کنم. من وقتی که با حماس مبارزه میکنم، حماس نماینده ایرانه. حالا مبالغه میشه، دروغ گفته میشه، آگران دیویس دیستمان میشه، همه این حرفا درست. یعنی اینا رو خواهش میکنم کسی در برابرم نگذاره که آقا نمیدونم همه اینا چاخانه. بله بخشی از اینا چاخانه، بخشی از اینا بهانه است، ولی با همه این حرفا میخوام بگم یک بهانه موجهی است که شما نمیتونید که از پسه عمل دفاع کنید. نتیجه این میشه که مملکت رو یک کشور گروگان میگیرید، همه رو در معرض خطر قرار میدید. جنبندی حرف من اینه که وقتی که در آلمان چنین حوادث اتفاق میفته یا در جای دیگه احتمالاً این حوادث اتفاق میفته، بخشی از اینها برمیگردد به عرض کنم که این دو قطبی بودن جامعه ایران، که یه عده‌ای وقتی که آدم مثل نتانیاهو میاد نمیدونم حماس رو میزنه بود، حزب الله رو میزنه، یه عده براش هورا میکشن، یه ایرانی براشون هورا میکشن. واقعا اصلا رنجی بالاتر از این برای یک ایرانی نیست. خب بابا تو با جمهوری اسلامی مخالفی، بسیار خوب، ولی چرا میگی از یه جنایتکار حمایت میکنی؟ حداقل سکوت کن. چرا؟ یا نمیدونم رضا پهلوی که ای کاش یک قطره خون باباش، من گاهی فکر میکنم یک قطره خون اون باباش هم در رگای این بنده خدا بود که میاد کلاه یهودی سر میگذاره میره در نوار ندبه. و همین امروز صبح میدیدم که در یه جایی نمیدونم از یکی از روزنامه‌های اسرائیل بود که عکسش کشیدن و لقب کوروش نمیدونم که بزرگ بهش دادن. ظاهر شواهد نشون میده که آقای رضا پهلوی رفته با اون گروه‌های تندروی اسرائیلی ساخت‌وساز کرده که بیان آقا تهران رو، حکومت جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، ایشون برگردونن به تاج تخت خودش دوباره. خب این وضعیتی هست. اینا از این ور. از اون ور خب برگردیم به حکومت جمهوری اسلامی، هم متاسفانه عملکردش و سیاست‌هایی که تاکنون اعمال کرده و شعارهای بی‌پشتوانه‌ای که داده، حرف‌های بی‌پشتوانه‌ای که زده، هزینه رو زیاد کرده. خب در عالم سیاست هم همیشه هزینه فایده میکنن دیگه. من معتقدم جمهوری اسلامی از روز اول تا الان میبایست که مبارزه سیاسی با اسرائیل میکرد، مبارزه سیاسی با آمریکا میکرد، مبارزه سیاسی با سلطه‌های جهانی میکرد، منتها از طرق معقول و منطقی، از طریق حقوق بشر، از طریق حقوق آزادی، از طریق منطقی که دنیا امروز میپذیره. و همین منطقی جنایتکاران دنیا امروز دارن با همین منطق دارن مردم رو سر مردم شیره میمالن. شما از منطق درست و صادقانه میخوای بیای بگی بسیار خوب آقای خامنه‌ای میگه حقوق بشر جعلی.
ببینم شما با حقوق بشر مسئله دارید، با اصل حقوق بشر مسئله دارید، یا با اون چیزی که در آمریکا اتفاق میفته. بله آمریکا از طریق نهادهای بین المللی و حقوق بشری هم گاهی محکوم میشه به نقض حقوق بشر. آلمان هم نقض حقوق بشر میکنه، همه اینا میکنن. ولی شما با منطق خود حقوق بشر یه خیلی آمریکا رو بگیر، شما با منطق دموکراسی بیا اروپا و آمریکا رو محاکمه کن. یعنی منطقی که آقای اشکبری، شما با توضیحات خیلی وسیعی که دادید در حقیقت اون بحثی رو که ما امروز انتخاب کرده بودیم پای ریزی کردین و جنبه های بسیار مهم بحث ما رو عمیقاً مطرح کردید و اجازه بدید از فرصت نیم ساعتی که داریم استفاده کنیم برای سوالهایی که مطرحه و که بتونیم به بخش دوم هم برسیم. ولی این بحث شما نشون میده که واقعا باید ما در گروه گفتمان هم یک سری از چنین بحثا و گفتگوهایی بذاریم، چون من معتقدم که قطعاً به خیلی از مسائل مهم امروز نمیتونیم بپردازیم و قطعاً سوالاتی هم در این زمینه هست. فقط به طور خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون که اولا این انتخاب شما برای این بحث نشون داد که واقعا شما بهترین انتخاب بودید برای این بحث. از دوران در حقیقت تشکیل مسجد آبی به اصطلاح در مرکز اسلامی در هامبورگ، از اون ابتدا از جوانیتون دنبال این، یعنی اطلاع دارید، در جریان بودید، انسانایی که رهبری کردن شما باشون به نحوی آشنایی داشتید و خیلی روشن توضیح دادید ادوار مختلف موجودیت این مرکز رو. ولی مسئله‌ای که کمک میکنه به فهم قدغن کردن این مرکز و اینکه میلیون ایرانی که از بستن این مرکز به عنوان یک مرکز یک دولت که ما بالاخره دولتی است که در کشور ما صدارت میکنه و ناراحت شدیم به این خاطر که ما چیکار میتونیم بکنیم با این روشی که آلمان انتخاب کرده. توضیحاتی که شما دادید فکر میکنم کمک بکنه به جواب این سوال. شما سه اصل مهم رو در ارتباط با مشکلات اساسی جمهوری اسلامی در حقیقت مطرح کردید. یکی حکومت دینی، دوم صدور انقلاب و سوم رسالتی رو که جمهوری اسلامی برای خودش در سطح جهانی تعریف کرده و هر این سه اصل نشون میدن به ترتیبی که نهادهایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره ضربت پذیرن، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی. با این توصیفی که شما توضیح دادید در حقیقت احتیاجی نیست که ثابت بشه که در مرکز اسلامی هامبورگ واقعا یک مؤسسه و روش‌های جاسوسی به کار برده میشه. این احتیاج به اثبات نداره. این سه اصلی که شما مطرح کردید کافیه به عقیده من برای اینکه دولت آلمان عکس العمل
نشون بده و خیلی ساده برخورد بکنه و با یک به اصطلاح تصمیم این مرکز رو ببنده. و اینکه ما از این مسئله بسته شدن این مرکز و چگونگی بسته شدن این مرکز همگی به همون برخورد به اصطلاح به افتخار ملیمون در حقیقت برخورد، چون دیدیم عده‌ای یک هنگ پلیس فرستاده شده برای که یک مرکزی که وابسته به ایرانه، به کشورمونه ببندن. این واقعیت اینه که به من هم برخورد این کار، ولی واقعیت و مسئله که شما توضیح دادید نشون میده که آلمان و هر کشور دیگه خیلی ساده با این تفسیر، خیلی ساده میتونه به نهادهایی که وابسته به ولایت فقیه و رهبری هست برخورد بکنه و میتونه حتی در دادگاه هم موفق بشه. و شاید این دلیل این باشه که دولت ایران تا به حال اعتراض حقوقی، دولت البته اعتراض حقوقی به بسته شدن مرکز اسلامی تا به حال نکرده، چون برای خود دولت هم کاملا روشنه که استدلالات زیادی از نظر حقوقی برای بستن این مرکز وجود داره. این نتیجه گیری است که من میتونم از توضیحات شما بکنم.